سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. اسم من اشن هستش و امروز میخوام چیزایی رو بهتون نشون بدم که کمتر کسی تا حالا توی بلادبورن دیدتشون. همونطور که از تایتل ویدیو معلومه، قرار نگاهی به بخشی از بازی بندازیم که از نسخه نهایی بازی حذف شدن و به دلایلی دست بازیکنان نرسیدن. بیشتر این مواردی که بهتون نشون میدم چیز زیادی در موردش که کجای بازی قرار بوده استفاده شه توی فایل بازی نمونده. پس تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که حدس بزنیم کجای بازی قرار بوده استفاده بشن. تمام سعیم رو میکنم که هر چیزی رو پیدا کردم باهاتون به اشتراک بذارم و نشونتون بدم. اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین، تا جایی که بتونم جوابتون رو میدم. بریم سراغ ویدیو. اولین انمی که میخوام بهتون معرفی بکنم اسمش هست اسلاگ پرنسس که به فارسیش میشه ملکه حلزون ها. مدل و دیزاین انمی خیلی خاص هستش و شبیه به منطقه فیشینگ هملت توی DLC هستش. احتمالاً تو اوایل ساخت منطقه فیشینگ هملت متوجه شدن که این انمی مناسب این منطقه نیستش و تصمیم گرفتن که حذفش کنن. خیلی آروم حرکت میکنه و یه اتک داره که پلیر رو هول میده و دمیجی نمیده. وقتی بهش دمیج میدیم به سمت عقب پرتاب میشه و هیچ انیمیشن خاصی نداره، ولی انیمیشن مردن داره. معلوم نیستش که قرار بوده باش بتونیم صحبت کنیم یا فقط صرفا یک انمی برای بک‌گراند بوده باشه. چیزی که این NPC رو خاص میکنه چشمند روی صورتش هست که همین خصوصیت ظاهری رو توی یارنام میبینیم. این هم یه شات از این انمی توی محل باس فایت فیشینگ هملت. بعضی موقع هم وقتی میخواد سرش رو به چرخونه قاطی میکنه و دور خودش آروم میچرخه. انمی بعدی که میخوام نشونتون بدم توی فایل های بازی اسمش ویچ یا همون ساحره خودمون به فارسی هستش. مدل و دیزاین انمی خیلی شبیه به منطقه همویک هستش. نسبت به دیزاین های اون منطقه این انمی خیلی جوانتر و خیلی نزدیکتر به انسان هستش. این انمی میتونسته یک ورژنی از باس داخل همویک بوده باشه که نشون بده چطور تبدیل به چیزی که امروز داخل بازی میبینیم شدن. البته ما داخل DLC هم قبل از باس لودویگ به همچین انمی برمیخوریم که امکان داشته که میخواستن از این مدل برای اون انمی استفاده بکنن. توی فایل های بازی به این انمی آی کالکتور یا همون چشم جمع کن گفته میشه. این انمی تموم نشده است و نه میتونی بهش اتک بدی و نه میتونه بهت اتک بده. این هم یه شاد از این انمی که اگه جای باس فایت داخل همویک بود چطوری میشد. یه سری از انیمیشن های این انمی هم خوب با هم ترکیب نمیشن و به هم متصل نمیشن که این حالت عجیب رو به وجود میارن. NPC بعدی که میخوام بهتون نشون بدم که خیلی از تموم شدن مدل، دیزاین و انیمیشن فاصله داره این انمی هستش که اسمش Enlarged Head Doll که به فارسیش میشه کله گنده شده دال. خیلی شبیه به مریضای داخل ریسرچ هال توی DLC هستش که سرشون از گونه‌های گنده هستش. انیمیشن هاش خیلی ناتمام هستن و یه طور حالت رباتی طور دارن، ولی یه سری انیمیشن برای اتک دادن داره و این که مثل NPC قبل نه میتونه بهتون اتک بده و نه میتونید بهش اتک بدید و بکشیدش. این NPC خیلی شبیه به دال هستش که این احتمال رو میدم که قرار بوده که آزمایشاتی رو که داخل ریسرچ هال انجام دادن تا دال رو به زندگی بیارن رو نشون بدن.
این انمی توی فایل های بازی اسمش هست King of Skeletons که به فارسیش میشه پادشاه اسکلت ها. نمیشه که فهمید این انمی قرار بوده که یک باس باشه یا فقط یه انمی ساده. خیلی به دیزاین این انمی میخوره که این انمی برای دارک سولز 3 بوده باشه. احتمال میدم که از این انمی برای تست بازی استفاده شده چون که به اتمسفر بلادبورن نمیخوره، ولی مدل و انیمیشن این انمی خیلی کامل هستش که بتونیم این هر رو بزنیم. خیلی انیمیشن های مختلفی داره و یه آیتمی داره که میتونه ازش استفاده کنه، ولی چون که ناتموم هستش اینطوری کشیده شده. این انمی میتونه بهتون اتک بده، میتونید اتک بدید بهش. بعضی موقع زمانی که اتک میخوره قاطی میکنه و یک لحظه استاپ میکنه و نمیتونید که این انمی رو پری بکنیدش. و در آخر هم میتونه بمیره و این انیمیشن خیلی جالب رو انجام میده. آخرین انمی که میخوام برای این پارت بهتون معرفی بکنم توی فایل های بازی اسمش هست The Preacher که به فارسیش میشه پندهنده. متاسفانه از این انمی تنها چیزی که ازش باقی مونده اسمش هست. این کاراکتر هیچ انیمیشنی نداره و فقط مدل کاراکتر توی بازی مونده. تنها کاری که با این NPC میشه کرد اینه که نگاهش بکنیم و هدف اصلی بلادبورن با توجه به چیزهایی که نشونتون میدم چی بوده. من از این کاراکتر نتونستم هیچ نشونه دیگه‌ای توی فایل های بازی پیدا کنم. به پایان این پارت رسیدیم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگر به این کانتنت علاقه دارین حتما منو ساب کنید که گمم نکنید و زنگوله کانال رو روشن کنید که به محض اینکه آپلود کردم متوجه بشید. اگر هم خواستید میتونید توی کانال تلگرامم هم جوین بشید که لینکش رو براتون توی کامنت ها میذارم. اگر خواستید که این انیمی ها رو تو مکانهای مختلفی براتون اسپان کنم حتما توی کامنت ها بهم بگین. تا پارت بعدی فعلا.